درود به همگی، خوش اومدین به یک ویدیو دیگه از کانال من بردیا هستم و امروز اومدیم با یک پارت دیگه از آموزش بازی آرسافارن 4. توی پارت های قبلی، دو پارت قبل، این قسمت رو بهتون آموزش دادم، اون منوی اولیه بازی هم بهتون آموزش دادم. این قسمت بخوایم اینجا رو بهتون آموزش بدم و اگر وقت شد این هم همین ویدیو تمامش بکنیم. بیم معطل بریم سراغ ویدیو که طولانی نشه. از اینجا شروع میکنیم. این پولیتیکال پاوره، قدرت سیاسی که شما دارید. روزانه یک مقداری شما پولیتیکال پاور میگیرید. یه چیزایی هم روی پولیتیکال پاور شما تاثیر داره. مثلا شما انگلیس رو ببینید، الان رهبر انگلیس خودش باعث میشه که شما پولیتیکال پاور بیشتری بگیرید. میبینید مثلا انگلیس پولیتیکال پاور بیشتر میگیره. خود مثلا رهبر همین هیتلر 10% باعث میشه که ما پولیتیکال پاور بیشتری بگیریم. میبینید الان ما دو سه دوام پولیتیکال پاور در روز میگیریم که مثلا ما الان بخوایم فوکس سیری هم مثلا انجام بدیم، اینو بریم، این میبینید کم میشه مثلا یه دونه در روز، 1.3 در روز. پس اینم از پولیتیکال پاور. کارایش چیه؟ خب گفتیم توی قسمت های قبل، اگر دیده باشید حتما برید ببینید. میتونیم اقتصاد رو بالا پایین بکنیم، این قسمت تریدامون رو تنظیم بکنیم، سربازی رو بالا پایین بکنیم، مقامات رو انتخاب بکنیم. این قسمت اینها رو، کمپانی ها رو بیاریم. اینجا میتونیم مقامات مثلا ارتش رو برداریم بیاریم و جای دیگه هم مثلا کاربرد داره. روی همین فوکس سیریامون کاربرد داره. این کاربردهای پولیتیکال پاور هست. اینجا هم هست. اینجا هم شما تصمیماتتون رو بخواید بگیرید، حالا رسیدیم بهش کامل توضیح میدم اینا چی کار میکنه. اینجا هم شما باید از پولیتیکال پاور استفاده بکنید. پس چیز مهمیه. اینجا هم یه مقاماتی داریم. آره ما میبینیم مثلا این 5% پولیتیکال پاور بهتون اضافه میکنه. اینا هم میتونید اگر پولیتیکال پاور نیاز داشتید بیارید. پس اینم از پولیتیکال پاور. ثبات سیاسی یا همون استابیلیتی. شما اگر این ثبات سیاسیتون بالا باشه، خب میبینید چه چیزایی داره بهمون میده. یک افکتی هایی بهمون میده وقتی بالا باشه. مثلا پولیتیکال پاور بیشتری میگیریم، فکتوری اوتپوت بیشتری میگیریم، کانسومر گودمون میاد پایین. کانسومر گود بعد توضیح میدم چیه. داکیارد اوتپوتمون میاد پایین. همه این چیزهای خوب رو برای ما داره اگر ثباتمون بالا باشه. خب مثلا شوروی همیشه دچار کمبود ثبات سیاسی. میبینید الان 28%. خود جوزف استالین مقدار 10% استابیلیتی فقط همین کم میکنه. یه مقامی هم داره توی همین وزرا، مثلا همینجا یه مقامی داره که همون فکر کنم هلوش 10% اون کم میکنه. خیلی مشکل استابیلیتی داره. شما باید این استابیلیتی کنترل بکنید. اگر مثلا بیاد به 0% برسه، حتی ممکنه ناگهان جنگ داخلی شکل بگیره. مثلا آقا شوروی الان 88% کمونیست داره، 10% دموکرات. خب استابیلیتی که برسه 0، ممکن اون 10% مثلا این قسمت تو استالینگراد یهو بیان و شورش بکنن، اصلا از شما جدا بشن. پس این استابیلیتی با حواستون باشه. وار ساپورت قبلا یه توضیح مختصری درش دادم. همون مردم آقا چقدر برای جنگ از شما حمایت میکنن، این رو داره میگه. میبینید الان شما هرچی مثلا خود هیتلر هم وار ساپورت میده اگر اشتباه نکنم، یه مقداری وار ساپورت داره میده. بله وار ساپورت میده. این وار ساپورت هرچی بیشتر باشه بهتره. شما میتونید سربازیتون رو بالا پایین بکنید، شما میتونید اقتصادتون رو بالا پایین بکنید به راحتی. اگر وار ساپورت بالا باشه سرعت ساختتون در کل میاد بالا، همه چیز خوب میشه و دیرتر هم تسلیم میشید. شوروی اگر مثلا وار ساپورتش 20% باشه، شما مسکو رو که بگیرید، لنینگراد هم که بگیرید، دیگه شوروی تسلیم میشه به راحتی. ولی اگر وار ساپورتش 100% باشه، شما مسکو، لنینگراد، استالینگراد هم که مثلا شما بگیرید، رد بشید تا قشنگ این رشته کوه، شما باید بیاید جلو این قسمت رو بگیرید، قفقاز هم بگیرید تا تسلیم بشه. پس این وار ساپورت بالا تاثیر داره. چرا؟ چون اگر بالا باشه شما تسلیم هم نمیشین. اینا نوشته سراندر لیمیت. پس این هم وار ساپورت. وار ساپورت هم دو تا عامل هستن که خیلی توش، چندین عامل هستن که خیلی توش تاثیر دارن. دو تا از مهمتریناش جنگه. شما اگر به یک کشور دیگه حمله کرده باشید، 10% یا 20% اگر اشتباه نکنم، شما بذارید من دوباره از چیت هامون استفاده بکنم. خب آقا مثلا من الان به
اینا که همشون گارانتی هم هیچ. خب بیا مثلا من الان به لهستان حمله میکنم. میبینید وار ساپورتم چقدر بود شد، چقدر 35 بود شد 19 اگر اشتباه نکنم. الان ما 20% وار ساپورتمون اومد پایین. میبینید یه چیزی اضافه شده اونجا بهش نوشته آفنسیو وار. شما وقتی جنگتون تهاجمی باشه، شما جنگ رو شروع کرده باشید، این 20% وار ساپورتتون افت میکنه به خاطر اینکه شما جنگ رو شروع کردید. برعکس الان شما لهستان رو ببینید وار ساپورتش اومده بالا. میبینید یه افکتی داره الان اگه توجه بکنید نوشته دیفنسیو وار. خب چرا؟ چون یک مهاجمی الان به لهستان حمله کرده و الان مردم بیشتر حمایت میکنن برای جنگ. دیفنسیو واره. خب شما اگر جنگ رو شروع بکنید خب 20% این وار ساپورت کم میشه. اگر بقیه علیه شما اعلان جنگ کرده باشن که 20% این وار ساپورت به صدا زیاد میشه. این هم از این. پس این جنگ خودش تاثیر داره. نکته دیگه که تاثیر داره کانوی ریدینگ و بمبینگ و اینها هستش. شما اگر بمبارون بشید هفتگی مقداری از وار ساپورتتون رو کم میکنه. حمایت جنگ رو از دست میدید اگر بمبارون بشید. اگر کشتیاتون در دریا غرق بشن باز به مرور زمان آروم آروم هفتگی یه مقداری پلیتیکال اصخایی میکنم، یه مقداری وار ساپورت از شما گرفته میشه. پس اینو بعد حواستون حتما بهش باشه. من پاور خب خیلی ساده است. نیروی انسانی. شما موستون رو که بیارید این قسمت میبینید یه مقداری زده نوشته کور پاپیولیشن اویلیبل. این قسمت نوشته 65 میلیون. الان جمعیت آلمان 65 میلیون نفره که یعنی کور هم داریم روشون. کور داشتن و نداشتن رو تو این قسمت توضیح دادم توی پارت قبلی. برید ببینید. ببینید الان ما همه جا کور داریم. تو این مناطقی که کور داریم، رو جمعیتی که کور داریم، تعدادشون 65 میلیون نفره. خب مثلا اگر کور جایی باشه که کور نداشته باشید، الان من اگر مثلا برم روی انگلیس، خب میبینید کور پاپیولیشن 45 میلیونه. یه قسمتی هم داره نان کور پاپیولیشن، جایی که ما کور نداریم. خب مثلا مصر مثلا تا مثلا بخش زیادی از آفریقا. خب اینا جمعیتشون چقدر؟ 77 میلیون نفر. خب پس اینا کور شما روشون ندارید و به عنوان منپاورتون هم حساب نمیشن. اگر شما کشور فاشیست باشید مثل آلمان، مثل ایتالیا، و اگر اشتباه نکنم کشور کمونیست هم میشه، دقیق خاطرم نیست، یک مقامی شما دارید که 2% نان کور منپاور بهتون میده. یعنی از جمعیتی که کور شما ندارید 2%ش رو به شما میده. آها ببینید این قسمته پولیتیکال پاور نان کور من پاور 2% از این جمعیتی که کور ندارید بهتون من پاور میده. پس اینا باید حواستون باشه دیگه. برای ساخت دیویژن سرباز نیاز میشه، برای سرکوب شورش ها نیاز میشه، من پاور کلا نیازتون. اینجا تعداد کارخونه هاتون رو گفته. 3 تا کارخونه ما داریم توی بازی. جلوتر دربارش مفصل‌تر توضیح میدم. میلیتری فکتوری یا همون کارخانه نظامی ناوال داکیاردز یا همون کارخونه دریایی، کارخونه‌ای که کشتی میسازن، و سیویلیان فکتوری، کارخونه‌های شهری. اینجا تعدادشون و اینکه چقدرشون دارن استفاده میشن رو نوشته. میبینید الان مثلا ما میلیتری فکتوری 28 تا داریم که 20 تاش داره استفاده میشه. نوال داکیارد 10 داره استفاده میشه. سیویلیان فکتوری 35 تا داریم 15 تاش داره استفاده میشه. خب اینا رو بعد ما اینجا موسمون رو که بیاریم میتونیم ببینیم. جلوتر سوخت ما هستش. سوخت عامل مهمیه داخل این بازی. شما برای اینکه تانک هاتون، نیروی زرهیتون، تانک هاتون فرقی نمیکنه، اینا اگر بخوان حرکت بکنن، اگر شما هواپیماهاتون بخوان پرواز بکنن، تمرین بکنن، بجنگن، یا مخصوصا نیروی دریاییتون اگر بخواد بره تمرین بکنه بجنگه، خب شما نیاز به سوخت دارید. این سوخت خب طبیعتا با نفت به دست میاد. الان میبینید زده چی زده؟ با رنگ سبز نوشته 359 دی. یعنی چی؟ یعنی 359 روز دیگه ذخایر ما، یعنی انبارهای که مثلا ما توی سوخت ذخیره میکنیم پر میشن. خب پس این از این پر میشن. مثلا من اگر بیام اینجا الان مصرف بکنم، بذارید خب الان من مثلا زدم بیان مصرف بشن، تایمو میبرم، میبینید
تایمو که زدم الان شروع کرد به کم شدن. الان میگه چی؟ میگه 1 سال دیگه ما سوخت تموم میکنیم. ببینید 1 وای، ببینید الان دیگه 300 خورده روز دیگه. ببینید حالا کم و زیاد داره این شکل. ببینید الان من اینو بزنم دوباره، میبینید دوباره مثبت میگه 1 سال خورده دیگه ما سوختمون دوباره مثبت میشه. پس اینم از این. سوختتون باید داشته باشه. اگر سوخت نداشته باشید تانکا حرکت نمیکنه، هواپیما پرواز نمیکنه، کشتی نمیره دریا و اینجوری شما نمیتونید ارتشتون رو راه بندازید. برای به دست آوردن سوخت هم آقا ما میگیم میخوایم کشتیامون رو بفرستیم دریا ولی سوخت نداریم، چیکار بکنیم؟ باید یا منابع نفتی به دست بیارید خودتون داشته باشید، یا برید مثلا بجنگید به دست بیارید، یا باید از دیگران وارد بکنید که وارد کردن منابع رو کاملا جلوتر مفصل دربارش توضیح خواهم داد. این قسمت چیه؟ نمیشه 100%. این مقدار، این لاجستیکتونه، مقدار ساپلا یا مواد اولیه‌ایه که به ارتشتون میرسه. خب شما الان ببین من 100% میرسه، یعنی هر چقدر که سلاح نیازه و اینها بهشون میرسه. در چه صورتی نمیرسه؟ در صورتی که ما کانوی نداشته باشیم. کانوی توضیح میدم چیه. در صورتی که ما قطار نداشته باشیم. قطار هم باید تو بخش ساخت و سازاتون بسازید. اگر ما اینا رو نداشته باشیم این 100% میاد پایین تر و سلاح نمیرسه به دیویژنمون که بخوام بجنگن. خب سلاح نداشته باشن با دمپایی که نمیتونن بجنگن، در نتیجه خیلی شکننده میشن و نمیتونن خوب بجنگن. پس اینها رو ما باید حواسمون باشه که این همیشه پر میشه. این قسمت کانویز یا همون کانوی، حالا هر جور تلفظش میکنی، همون کشتی تجاری میشه. سوخت جابجا میکنن. شما صادرات بخواید بکنید، وارد بخواید بکنید، نه صادرات که نه، واردات اگر بخواید انجام بدید این کشتی ها استفاده میشه. سوخت رسانی بخواید بکنید این کشتی ها استفاده میشه. بخواید بین دو تا بندر، مثلا این دیویژن ها اینجان، من میخوام به این دیویژن رو بگم که بیاد این بندر. خب بیا خب ببینید این دیویژن رو من گفتم بیاد این بندر، میبینید از کانویای من کم شد، الان دوباره اضافه شد. ببین دقت بکنید الان 195 تاست، 4 تا کانوی ازم میگیره تا این دیویژن رو جابجا بکنه. ببینید دوباره کانوی هم برگشت. پس این موضوع هم تاثیر داره. شما میخواید دیویژن جابجا بکنید و اینها کلا کانوی نیازتون میشه، بعد دوباره همین توی این بخش ساخت و ساز بسازید. این هم از کانوی. اینجا 4 مورد داریم. اینجا کامن پاوره که باز مثلا یه مقداری بهتون میده هر چند وقتی بار. شما میتونید چیکار بکنید؟ باش مقامات ارتش رو جابجا بکنید. میبینید شما اینجا میتونید 10 تا کامن پاور از شما میگیره و 50 تا پولیتیکال پاور که شما بتونید اینو بیارید. این برای مقامات ارتشی اینجوریه. برای مثلا اینا فقط پولیتیکال پاور میخواد. اینا کامن پاور هم مقداری نیاز دارن که مثل پولیتیکال پاور هر چند وقتی بار بهتون میده. خب 3 تا گزینه بعدش داریم که تقریبا به هم دیگه شباهت دارن. این سبزه میشه آرمی اکسپریانس یا تجربه نیروی زمینیتون میشه. آره ارتش نیروی زمینیتون میشه. نیوی اکسپریانس با رنگ آبی تجربه نیروی دریاییتون میشه و ایر اکسپریانس با رنگ قرمز تجربه نیروی هواییتون میشه. این تجربه چجوری به دست میان؟ راه اول تمرین کردنه. راه دوم جنگ. شما وقتی بیاد مثلا به فلان سرباز، این عده سرباز یه فرمانده بدید، حالا فرمانده الان گیج نشید اصلا، فرمانده دادن و اینها رو کاملا بعدن براتون توضیح میدم که چجوری. فعلا گیج نشید، تمرینش رو فعلا میخوایم ببینیم. الان آقا ما الان دیلی میبینید نوشته الان 0 روزانه هیچی نمیگیریم. اینو که ما بزنیم تمرین کنه میبینید مثلا دیلی مقداری میگیریم. حالا کمه چون دیویژن های کمی رو گذاشتیم تمرین بکنن. خب این باعث میشه که هم این میبینید این تجربه، بذارید من مثلا تایمو سریع بکنم، این تجربه هم باعث میشه که بره بالا. خب این تجربه به مرور زمان آروم آروم میره بالا و اصلا قوی تر میشن دیگه، با تجربه تر میشن، بهتر میجنگن و خب این آرمی اکسپریانس هم به دست میاد. خب این برای نیروی زمینیشه. نیروی دریایی همون شکل کشتیاتون انتخاب میکنید. این قسمت ناوال اکسپریانس میزنید، تمرین میکنن و شما تجربه رو میگیرید. نیروی هوایی همینطور انتخاب میکنید و اینو میزنید،
شروع میکنن، این علامت کنارشون میاد و شروع میکنن. میبینین هواپیما بلند شده، انیمیشنش هم هست. اینا دیگه شروع میکنن تمرین کردن و تجربه نیرو هوایی به شما میرسه. خب پس اینجوری تجربه هامون به دست میاد، چه نیروی هوایی، چه زمینی، چه دریایی، چه هر چیزی. اینا اینطور به دست میاد.